چطوری یک تنه یک قوم ستم دیده را از دست ظالم نجات دادی؟ چگونه؟ چطوری رهبری مردمی ناشکر را به عهده گرفتی؟ چگونه؟ چطوری بدون جا زدن قرولندهای آنها را تحمل کردی؟ چگونه؟ چطوری در حالی که گوساله پرستی می‌کردند از خداوند طلب بخشش برای آنها کردی؟ چگونه؟ آخرش چی شد؟ بعد از 40 سال سرگردانی در بیابان، درست در روزی که قرار بود وارد سرزمین موعود شوی، خداوند به تو گفت موشه، روز آخر تو فرا رسیده است. و تو به خدا گفتی چطور میتونی این روز رو انتخاب کنی؟ من یک زندگی راحت و بدون دردسر برداشتی، مأمور یک مسئولیت بزرگ کردی، بعد به من کمک ها کردی، 40 سال سرگردان کردی، معجزه ها کردی، تا آخر خود این قوم را آماده کردم تا به این سرزمین وارد شوم. حال باید بروم؟ بگذار تا پایم را در این سرزمین بگذارم تا نتایج این همه سختی را ببینم. و خداوند گفت فقط میتونی آن را از دور ببینی. موشه، تو چی کردی؟ 499 بار دعا خوندی، التماس کردی، با خدا بحث کردی. تو میدانستی چطور تصمیم خدا را عوض کنی، چه بسا بارها کردی. اما خدا به تو گفت موشه، بس است، دیگر دعا نکن، چرا که اگر تصمیم من عوض شود تقدیر تو هم عوض خواهد شد. و تو موشه چه کردی؟ خاموش شد و تقدیر را قبول کردی. موریس موشه بن شکری، چطوری از 8 سالگی در حین مدرسه رفتن مسئولیت یک فامیلی را به عهده گرفتی؟ چگونه؟ چطوری دست راست پدر بودی، در کسب و کار از بچگی به او کمک کردی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال یکی از بهترین ها در مهندسی برق و ساختمان و دکور شدی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال قهرمان شنا و شیرجه در سن 15 سالگی شدی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال در سن 20 سالگی یک زیرزمین پوسیده یک موزه لباس درست کردی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال رهبری تیم فوتبال کلمیان ایران به نام اتحاد را درست کردی و خود نیز قهرمان فوتبال شدی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال با اون گیتار خود و صدای دلنشین خود همه را به واژ می‌آوردی؟ چگونه؟ چطوری در عین حال به بیکاران کمک می‌کردی تا صاحب کار شوند؟ چگونه؟ چطوری در عین حال از یک خانه قدیمی یک باغ گل و میوه و آبشار درست کردی؟ چگونه؟ آخر بعد از اون همه سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها، بعد از آن همه معجزات و کمک‌های پروردگار، درست موقعی که می‌بایست از آن همه تجربه و دسترنج لذت ببری، خداوند گفت موشه، روز آخر تو فرا رسیده است. اما تو هم به خداوند بحث کردی، به خدا گفتی خدایا 60 سال در زندگی زحمت کشیدم، زمین‌ها خوردم و بلند شدم و خود و خانواده خود را کمک کردم تا بهتر زندگی کنم. حال باید بروم؟ بگذار در کلبه خود کمی زندگی کنم و لذت ببرم. تو هم با خدا بحث کردی، هر روز، هر شب، هر لحظه برای 2 سال و 8 ماه جنگیدی و هیچ وقت جا نزدی. همیشه میگفتی من اینو رد میکنم. همه در حیرت این بحث و نبرد مانده بودند. بزرگترین دکترها در بیمارستانها نبرد این گونه ندیده بودند. پرستارها را به زانو درآوردی، دکترها را به شک انداختی، تمام ربایا و دوستای خود را به دعا انداختی، یک به یک خواهرها و برادرای خود را به این نبرد و بحث کشاندی تا تو را یاری دهند.
حتی از پدر خود خواستی تا در آسمان ها وارد این بحث شود و از مادر خود هیچ وقت جدا نشدی تا دل خدا را به اشک مادر به رحم آوری. اما خداوند به تو چی گفت؟ موشه، بس است، دیگر بحث نکن، چرا که اگر تصمیم من عوض شود تقدیر تو هم عوض خواهد شد و تو هم خاموش شدی و تقدیر خداوند را قبول کردی. همونطور که موشه ربینو، شلومو و داوید هم ملک در روز شبات خاموش شدن، تو هم بحثت را به شبات کشوندی و تسلیم تقدیر خداوند شدی. جایت در کنار آنهاست. همه موریس رو دوست داشتن و برای همین هیچ کس از هیچ کمکی دریغ نکرد. در اینجا باید از کسایی که من میدونم از دل و جون اومده گذاشتن تا به موریس کمک کنن تشکر کنم و اگر کسی را به خاطر نمیآورم پوزش می‌طلبم. اول مامان. نمیدونم این چه قدرت و تحملی بود که خدا به تو داد تا بتونی در هر لحظه و زمان پیش موریس باشی. واقعا که معنی مادر بودن را در این مدت زمان دیدم. انشالله از این به بعد فقط خوشی و خوبی و سلامتی ببینی و بس. برادرم مهرداد و خواهرام هرچی بگم هیچی نگفتم. همه از جون و دل سعی کردیم موریس خوب بشه و رنجی هم نکشه. امیدوارم از این به بعد فقط برای خوبی و خوشی برای هم گروپ تکست بفرستیم. پویا جون، یادم میاد اون روزی که در آلیویو هاسپیتال خبر دایگنوزیس موریس رو شنیدیم، از اون روز قدرت و اراده و کانفیدنت رو تو دیدم. در هیچ کسی دیگه ندیدم. یادم میاد یه روز به من گفتی خیلی کار طبابت رو دوست داری، ولی اگه میدونستی دایی اینجوری میشه شاید هیچ وقت دکتر نمیشدی. پویا جون، بذار بهت بگم هر چیزی در این دنیا دلیلی داره. نمیدونی من هیچ فکر نمی کنم بدون تو و پیام ما میتونستیم این راه رو طی کنیم. پیام جون، از کمک‌های تو خیلی ممنون که چقدر با این دکترای موریس حرف زدیم، زنگ زدیم، نهایت سعی خود رو برای راحتی موریس کردیم. از جاسین و جوبین ممنونیم، رایان جون و شایان که چقدر به ما کمک کردن در این دنیا. اینجا باید از 2 نفر اسم بیارم به نام دبی و دانا. پروویدنس، هومکر. خیلی از این 2 زن ممنونیم. این 2 زن هر وقت موریس میخواست میومدن خونه که چکش کنه و وقتی میومدن اول مامانم بغل میکردن و بعد میرفتن موریس رو بغل میکردن و بعد شروع میکردن به موریس میرسیدن. باید از دکترای موریس، دکتر شادی، دکتر طبیبیان، دوست خوبم دکتر رابین زکریایی، دکتر کدو و دکتر جوادی همه ما متشکریم. همیشه ما رو ساپورت کردیم و برای درمان و راحتی موریس از هیچ کاری دریغ نکردیم و حتی از حدود وظیفه قانونی خودم فرا رفتیم که موریس راحت باشه.